شما که جهان تا میگوی نماز لیکن حسب من چی بود تو انا اختارو صلاة چون برای چی آخه جنت همه طور داودای حیات زندگی برای چی برای داخل جنت برای چی جنت هم میگیری آخه جنت هم میگیری نماز هم میگیری لأن في الجنة رضائي زي گفتن در جنت داخل شدن رضای من است فورم هوا واسه من است لیکن یعنی فی صلاة رضای الله لیکن در نماز رضای الله است مقصد من نمازم اختیار میکنم برای بخاطر که الله از من راضی شود خدا راضی کنم وقتی خدا راضی شد داخل چی میشم داخل جنت اول الله راضی میکنه و داخل جنت میشم بنابر همین نماز یکی از اساس مسائلی است که الله سبحانه و تعالی ایوان راضی میشه به شرطی که محبت الفت دوست داری نماز والله قسم چخیلی که ما از قبول رزق روزی میدانیم روز تولیده تشنه پیشنا این ممنوع نیست این معنی نیست خلاص ما را یک دفعه که برای بعد از مقصد نماز خواندن برای انتشار شوی از آی رستوران شوی این معنی نیست لیکن مقصد اینه که چخیلی که ما دوام حرکت میکنیم شب و روز مثلا برای ما را به دست آوردن زندگی را خوب کردن نیک کردن اگر همین خیلی برای آخرت حرکت کنیم که الله آخرت هم مسئول میکنه بنابر همین فراموش نکنید که دای چی رحمت رفت دای مغفرت هم میرود کسی که رحمت خدا را نایل شد خشا به حالش کسی مغفرت خدا را نایل شد خشا به حالش اگر کسی نایل شد نشد است تا امروز وقت است مغفرت الله دای ما بین مغفرت الله سبحانه و تعالی است که این هم میرود تا میشه دای نجات از آتش جهنم میداره بنابر همین حرکت کنید که خدای مهربان برای ما شما این ما فرصت میتید در 11 ماه گناه میکنیم معصیت میکنیم نماز میخونیم ساز نمیخونیم قضا میکنیم آیا همه کارا میکنیم لیکن در 12 ماه در 11 ماه این 12 ماهش مثلا یک ماهش فرصت هست که تو به خدا قریب شد مثلا این ماه دیگه ماه علما میگن فرق کم داره حتی زکات دادن میگن ثواب 7 در نمازان 70 ثواب زکات داره ثواب 70 بار زکات داره نماز نافله ثوابش به قطار فرض است در این ماه شهر رمضان دین در کار نماز نفل خوندی اگر نیت که تهجد خوندی روزی یا که نماز فرض ادا کردی یعنی مقصد ثواب اجری ثواب پاداش اجری چه میشه فرض میشه شما به همین خاطر این روز و ساعت های مسابقه نمیشه چه مسابقه یعنی داوود کردن حرکت کردن ایش شکل داشتن هم دیگری داشتن برای خدا برای خاطر که اصحاب کرام میکردن این ماه ایداس میرود ولی خشب ولی کسانی که در این ماه نصیبشون نشد شاید که پیش ای رمضان گذشتن نصیب شد تمام شده بیشتر که الله سبحانه ما نصیب کرد شاید بعضی آدما در ده رمضان وفات کردن خیلی معلوم است از اخبار میشنیم شاید بعدش در 15 16 رمضان ولی کی میدونه که ما زنده هستیم تا آخر ماه یا نه لیکن الله سبحانه امروز فرصت برای ما نصیب روزی کرده است و غنیمت شماریم حرکت کنیم والله قسما ما این مسابقه این ما دیگر نمیایم و سال دیگر کی میدونه که زنده یا کی مرده حالا که خیلی با ما دیگر هم بزنیم وقت شیء رمضان نه اینا همین اینا ایستیم فرصت طلایی است حرکت کنیم با ذکر و تسبیح با نماز تهجد زور نمیرسه خیلی مال کوی خسی واسه کار روان شدی چی بگو سبحان الله الحمدلله سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم کی رسول الله صلی الله علیه و در حدیث شریف چی گفتن کلمتان خفیفتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله و بحمده سبحان ای اصحاب من باریش ما یک چیزی خبر بدیم یک کلمه است که در زبان آسان گفتنش لیکن در میزان روز قیامت وزنینه و این دو کلمه واسه الله سبحانه و تعالی محبوبند دوست داشتنی کلمه ها باشن بنابر همین سالی کسی مثلا تنبلی میکنه تهجد نمیکنه قیام لیل نمیکنه معنیش نیکی سالی کسی کار میکنه که جوری میره سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم زبان آسان گفتنی لیکن در روز قیامت در میزان روز قیامت به حقی وزنی است خداش بزرگ داره امام شافعی رحمت الله علیه نه فقط در همیشه با ذکر بودن حتی میگه یک سرتراشخانه میگه با ذکر وقتی بطوش پس میکنه هم قد ذکر میکنه لوش میگه میجمع او صاحب میگه صاحب سرتراشخانه میگه حضرت میگه کم ترک آرام بشکی آرام بشکی مثلا ما موی لپتاپ میفنده شاید لپتاپ گیرم وقتی میگه تو کار با ما نباشه تام پس کلان تبدو ریسان تبدو حتی میگن که وقتی که میفله کو همش خونسور میشه همه لبش ریخون میشه ایدسته چی ذکر کردن ذکر کردن لو که میجنبه میبره همشه اصلا ببین در کدوم حالت حتی قرار نمیستن زیرا که قدر قیمتی ذکر میدونستن
این ذکر همش در میزان حسنات جمع میشه روز قیامت، نامه اعمال کشوده میکنن، چیزی که کرده است اما ایشون میکنن، ثواب باشه ثواب، گناه باشه گناه. همین خاطر الله سبحانه و تعالی در مابین طلب مغفرت میکنیم که خدای مهربان کنه همه ما شما بخشید ما را از جمله گروه و کسانی گردونه که الله آنها را در این ماه مبارک از آتش جهنم نجات میکنه، داخل رحمت خودش و داخل جنت رحمت نصیب میکنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا هر کاری میکنیم الله را، هر سخاوت داره هر کاری میکنیم الله را